مستضعفین رو بد معنا میکنن و مال ملت است یا مستضعفین و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهند داد. مستضعفین رو بد معنا میکنن. امروز جوانان ما توانستند به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. خیلی خرید. بله روش‌های دیگه هم بود که بدتر از این بود. من می‌دونستم که بخش از همراهان ایشون بودن برای اینکه مثلا مجوزی پیدا کنن که راه پیدا کنن داخل یه منزلی، بخشی از مواد مخدر غیره که پرتاب می‌کردن و بعد میگفتن که ما اومدیم برای تفتیش و بالاخره می‌دونستن که چیکار کردن. فرشاد فلاحتی، تحلیلگر و مجری شبکه صدای آمریکا، با انتشار یک ویدیو در صفحه خود مطالبی بی سابقه درباره خیانت خامنه‌ای به کشور منتشر کرد. او گفت چرا خامنه‌ای قرارداد 20 ساله واگذاری میدان گازی چالوس به روسیه را از تمام مردم ایران، حتی از نمایندگان طویله مجلس انقلابی، به کلی مخفی کرده است. این میدان گازی 1/4 نیاز گاز جهان را میتواند تامین کند. ایران اجازه استفاده از این میدان گازی را ندارد. مرداد 1400 اینو توجه بفرمایید که بسیار مهمه و به تازگی از پرده برون افتاده و مربوط به قرارداد 20 ساله ایران و روس. oilprice.com در گزارشی به قلم سایمون واتکینز نوشت ایران یک میدان گازی به عظمت پارس جنوبی را در دریای خزر کشف کرده که 1/4 نیاز گاز جهان را میتواند تامین کند. اما طی قرارداد 20 ساله ایران با روسیه اختیار میزان صادرات، قیمت و مقصد گاز این میدان را به روسیه واگذار کرده است. واتکینز نوشته آمریکا میخواد در صورت احیای برجام، همین مذاکرات که دارن، اروپا یا به جای روسیه دنبال تأمین گاز از ایران. فون کنید او را نمیتوند با یه ملت طرف بشه. حرام است دادن مالیات به این، از گناهان کبیره است، با اینکه اعانت بر یک کسی است که بر خلاف اسلام است. پول آب و برق را ندید، چیزای دیگر رو که میخوان ندید، زیر بار برید و تظاهرات بکنید و راهپیمایی بکنید، محکوم کنید او را نمیتوند با یه ملت طرف بشه. این هست که مردم ما وارد فاز مبارزه شدن و اینم هیچ اشکال نداره، قانون اساسی اجازه داده. اعتقاد دارم که اگر امروز نخبگان ما به این فهم نرسن، مردم ما به این فهم نرسن که این انتخابات ریاست جمهوری به طور خاص همین انتخاباتی پیش رو داریم میتونه ظرفیت یک رفراندوم رو داشته باشه و میتونه صدای اعتراض مردم رو نسبت به حاکمیت برسونه، اگر به این بلوغ نرسن و این فرصت رو از دست بدن، خدا رو شاهد میگیرم، شما این رو سیو بکنید، داشته باشید. فردا برای اینکه همین حرف رو بزنن باید توی خیابون خون بدن. قبلا ما گفتیم البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده میشد. افراد مختلفی حدس‌هایی در مورد مشارکت می‌زدن، حدس‌ها همش بیشتر از اون چیزی بود که در واقع اتفاق افتاد. خب یه عللی داره. ولی اصلی که امروز کشور رو به این نقطه رسونده این ذهنیت حکومت، با ذهنیت حکومت ایران مشکل داریم. باید حکومت ایران رو متوجه اشتباهش بکنیم. آقای خامنه‌ای نشون داده در این سالها که
هر رأیی که ما میدیم ایشون دقیقاً به معنای تأیید سیاست‌های کلی نظام میگیره، دقیقاً به همین معنا تفسیر میکنه. خب وقتی شما اینو میدونید که رأی شما تأییدی گرفته میشود بر سیاست‌های نظام، خب من یه معناش اینه که من میتونم با رأی ندادن به اونی که در رأس حاکمیت مؤدبانه بدون خشونت بگم که آقا من این سیاست‌ها رو قبول ندارم ها، این مسیر رو نمیپسندم. اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام رأی بدید به اون آقا مثلا یه چند درصد بهتر از این آقاست، این مشکلات این مردم رو حل نمی‌کنه. یعنی نوع نگاه شما به مردم بسیار تعیین کننده است. من معتقدم مردم اتفاقاً به این دلیل حتی اصول اصلاح طلب‌ها رو هم به رهبری قبول نمی‌کنند، چون احساسش به که اصلاح طلب‌ها بخشی از خود حاکمیت شدن و اتفاقاً جایی که حاکمیت نفس کم میاره اتفاقاً نفس میدن بهش. دقت می‌کنید مثل همین قضایا دیگه، یعنی به صورت طبیعی مشارکت داره میاد پایین، مردم میخوان اعتراضشون به حاکمیت نشون بدن، اینا با اومدنشون دوباره میخوان این مشارکت رو ببرن بالا، حاکمیت دوباره یه نشاطی پیدا کنه. همونجوری که شما گفتی برنده بازی نهایتاً خود حاکمیت خواهد بود، نه مردم. دقت میکنید این وارد بازی رقیب شدن هست، در حالی که سوالی که وجود داره اینه، من دقیقاً سوالم رو متمرکز بکنم چه چیزی الان کشور رو به این روز انداخته؟ از طرف دیگه من الان هر جا صحبت و سخنرانی دعوت میکنم خدا وکیلی نمیرم. زمان شاه خیلی راحت آدم از امام حسین و از حضرت علی و از اسلام و از دین میگفت، برای اینکه خیلی راحت میتونست از عدالت، انصاف، صداقت، شجاعت این عزیزان میگه. الان بعد از 40 سال که انقلاب کردیم، خب مگه میشه شیعیان امام حسین این وضعیت زندگی رو داشته باشن؟ این حکومتی که مثلا فرض کنید یه عده میخورن، یه عده میبرن، یه عده میدزدن، یه عده در حقیقت تخلف میکنن و بعد اسم امام حسین و حضرت علی دین بر ما. یه حکایتی هم از خودش ساخته بود آقا، میگفت یه شبی که 100,000 زوار از تمام مملکت جمع شده بودن دور چاه، همه شمع به دست گریه میکردن، حضرت دلشون به رحم آمد، از چاه آمدن بیرون بهشون ظهور بکنن. متولیا و چماقدارا امامو برگردوندن توی چاه که حالا چه وقت ظهوره. کیلوی 600,000 تومان نده به بسته‌بندی و برنده، کیلو 400,000 تومان هم نده به دلال، فقط و فقط کیلوی 40,000 تومان بده به من باغدار و کشاورز که پسته رو با همین کیفیت و درجه یک بدون دهان بست برات میفرستم، از همین باغاتی که میبینی، از همین خوشه‌های پسته‌ای که اینجا میبینی. هر دولتی اومد، هر دولتی با هر گرایشی که گفت من در ساختار فعلی میتونم مشکل شما رو حل کنم، با پشت دست بزنید تو دهنش. داره دروغ میگه. در چارچوب این حکومت هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. از جیب هر ایرانی، ملت ایران، از جیب هر کدوم از شما 6,200,000 تومان بدون اینکه راضی باشید برداشتن، ریختن به جیب صاحبان درون. هر 10,000 تومان افزایش نرخ ارز باعث میشه 530,000 میلیارد تومان بره تو جیب صادرکنندگان غیر نفتی بدون اینکه زحمت اضافی بکشن از محل گران فروشی ارز. 530,000 میلیارد تومان رانتی که رفته تو جیب این صادرکنندگان که مشخص هم هستن کیا هستن، زیاد هم نیستن، نیمه خام هم صادر میکنن، از آسمون نازل نشده. از کجا آمده؟ از جیب این 85 میلیون. چون پیشواتون همون سال 97 علنا آمد اعلام کرد که پیوستن به FATF ممنوع. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد، در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است، پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم داره، بنشینن یه قانون بگذرونن. این قانون اعمال کنند. از 190 کشور عضو سازمان ملل 187 کشور حداقل 2 کنوانسیون اساسی FATF را پذیرفته و به اجرا گذاشتند، اما ایران، کره شمالی و میانمار به دلیل نپذیرفتن هیچ کدام از کنوانسیون های آن در فهرست سیاه FATF قرار دارند و جمعه پیشم جمهوری اسلامی ایران ابقا شد در این فهرست. پذیرفتن FATF
راه جمهوری اسلامی رو برای تغذیه تروریستا و برای تغذیه قاچاقچی‌های کار کردن با قاچاقچی‌های بین المللی خب میبنده. آقا به مردم بگید شماره بدید که هر کی فساد دید اعلام میکنه اونجا و بعد برید سرش، واقعا هم برید غیر جنایی برخورد کنید ببینید کسی جرئت میکنه فساد بکنه. آخه همه چیه مملکت دست شماست، بازم میگید که قوه قضاییه که دیگه اون رفقای ما نیستن که آقای زاکانی که 30 ساله در اختیار رهبری، خب بره با فساد مقابله بکنه. کی جلوشو گرفته؟ آقا یه ذره حجاب تو ماشین رفته عقب، شما اعلام بکنید از هم که جاسوسی بکنید، شماره بفرستید، مردم به جون هم بندازین. خب آقا اگه این قوه قضاییه 1/10 توانی که سر بدحجابی گذاشته بود، سر فساد گذاشته بود، تا حالا فساد ریشه کن شده بود. بحث کودک همسایه رو گفتم، بحث روسپیگری، تنفروشی، یعنی به عنوان یک شغل رسمی باید توی آموزش داده شده، باید به رسمیت شناخته بشه، انگزدایی بشه. نشستی رو داشتیم در دوره خانم ملاوردی به عنوان نشست تنفروشی، یعنی عنوانش یک عنوان به ظاهر جذاب، بهداشت و سلامت جنسی با رویکرد تنفروشی، ولی وقتی میری توش میبینی که دقیقاً دنبال اینه که زنان تنفروش یک مسئولیتی داشته باشن، به رسمیت شناخته. یه زر نزنی کوندا نگاه کن سلوات برفه دیگه تو جوج میخوای چیکاری، همه کسخل داری. لکن همه مردم در آرا آزاد بگن که ما رژیم غربی میخواهیم، جمهوری باشد، لکن تمام مردم آزادند که آرای خودشون را بنویسند و بگن که ما رژیم سلطنتی میخواهیم، بگن که ما برگشت محمد رضا پهلوی میخواهیم. آزاده. سرنوشت هر ملت دست خودشه. کجا دنیا این کارو میکنه؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ هر کسی سرنوشتش با خودش کرد. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر اون اشخاصی که در 100 سال پیش از این، 80 سال پیش از این بودن میتوانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنند اونها تعیین بکنن؟ میکنید هر شبکه صدا و سیما رو الان باز میکنید، چون دم انتخابات 4 تا عزگلتر از خودتون نشستن دارن حکومت رو میکوبن. جمع کنین بابا این شهر فرنگتون رو. حکومتی که کارش درست باشه نیازی به چاپلوسی نداره که مردمشو بکشونه پای صندوق غیرت. اوه سوپرا رو ببینید چقدر زیباست. اینم هنوز اینجاست. به به فوق‌العاده زیباست اینش. حاجی احمد این از اینجا تا اون ته میبینی اینا رو همینطور کوچه باقی درست کردن، کوچه کانکس بهش میگن. اون بندگان خدایی که پول ندارن، مستاجرن، میبینی هر یه دونه اینا رو اجاره میکنن، وسایل خونه‌شون آوردن اینجا، خودشون میرن توی پارکی جایی با زن و بچه میرن زندگی میکنن. بعد بگو که گل و بلبله. مردم عزیز ایران 6,200,000 تومان به ازای متوسط از هر جیب هر کدومتون برداشتن، ریختن به جیب این صاحبان دلار. اینا خریدن، اینا در واقع دلارشون رو فروختن و واردات باش انجام شده. یعنی یه خانواده 5 نفری آقای طغیانی در نتیجه همین تفکر شما که گاهی می‌بینیم دنبال وام 10 میلیونی هستن این ملت، خبر ندارن که 31 میلیون تومان ظرف یک سال این صاحبان دلار از جیبشون برداشتن. رکورد تاریخی صادرات غیر نفتی این کشور شکسته شده. 54 میلیارد دلار بوده که در تاریخ این کشور از زمان مادها به قول بنده خدا تا الان بی سابقه است. این 53 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صاحب داره. یه کسایی این نفت ارز دستشون میاد. این باعث شده هزینه‌های این ملت به دلار باشه اما درآمدشون به ریال. علت فقر ملت اینه. علت این که جمعیت فقر ایران 2 برابر شد اینه. نمیگم شهید بشید، خدا کنه شهید نشید. البته نه در پیری اشکال نداره، 70-80 سالتون شد اون وقت شهید. اما فعلا
شماها قویین آقا. حرف آخر من با خود مردم ایرانه. اگه منتظرین اره اوره شمسی کوره از شرق و غرب زندگیشونو بذارن زمین بیان زندگی شماها رو نجات بدن، این خبرا نیست. اونی که تو امریکا نشسته 1% هم به شماها فکر نمیکنه که بگه وای الان مردم ایران گرفتارن، بلنشین بریم چند صد میلیارد هزینه بکنیم اینا رو از دست اون حکومت نجات بدیم. این حرفا نیست، اینا رویاست و تمام. اسلامی حکومت خیلی موافقتی ندارن. خب بله اینا هستن. رو حق ببندیم برای کسی که داره حرف ناحق میزنه ایستاده دست بزنیم. حکومتی که کارش درست باشه نیازی نداره فضای مجازی مردم رو فیلتر بکنه یا حرف زدن مردم رو فیلتر بکنه. یه نفر الان میاد گوشی میگیره دستش از حکومت انتقاد میکنه. کجا دنیا این کارو میکنه؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ یه مردم رو نابود کردین به خاطر گندگویاتون تو دنیا. همه مردم دنیا هم کور و خرن، نمیدونن شماها به چپ و راست دارین باج میدین، به یارو میگین بذار جلو فاتیه چکت بزنم. شماها قویین آقا. حرف آخر من به خاطر بنر ما میایم از درد و گرفتاری و معیشت مردم میگیم، به ما میگن داری سیاه‌نمایی میکنی. ببخشید دلار 56000 تومان 60000 تومان سیاه‌نماییه؟ گوشت کیلو 700000 تومان سیاه‌نماییه؟ مرغ کیلو 120000 تومان سیاه‌نماییه؟ ما زیاد سیاه‌نمایی نمیکنیم. شماها خیلی دارین سفید نمایی میکنین. شماها دارین پول حرومزادگی میگیرید. اون چیزی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام من از شماها عذر میخواهم، من از ملت ایران عذر میخواهم، من از این مادرهایی که بچه های خودشون را از دست دادن معذرت میخواهم که عرضه این را ندارم که کار را درست کنم. ما نتوانستیم برای شما کاری انجام بدیم. باشه وایستا ببینن که بابات بجنی که آبش بیاد گوهش اومده. چرا اینقدر کشیدیم و کشیدن که پاره شد؟ خیلی اوضاع خیته، خیلی اوضاع خیته.